واجه اومدیم اینجا فری استایل کار پیشرفت رو بریم دیگه. خب اینم فری استایل کار پیشرفته که دیگه داره میاد بیرون این هفته انشالله. داریوش واج، کاربیس، خودمون دوتاییم تو این کار. اگه خدا بخواد دیگه تغییر نمیکنم، واسه خوندن کار بعدی هم تردید نمیکنم. رپ فارس رو پیش میبرم با قلم و کاغذم، تو هم سک و کنار بیای با هدف و غرضم. من میخوام آینده رپ رو پیش بینی کنم و از خطرات احتمالی پیشگیری کنم. ماها متحدیم مثل حلقه های زنجیر، برادرها قیام کنین نمیگی با هم تکبیر. تقدیر و تمجید، تنبیه و تبعید میکنم کسی که دوباره بکنه گنگ و دیس و ترکیب. فایت میشه تندیس، داریوش واج و کاربیس. من یک میره بالا با کلی مارد. نمیخوام با آتیش و قافیه گاز بازی کنم، بلکه میخوام خونه رپ فارس و باز سازی کنم. آره قافیه ها مثل گاز واسه یه مشعل، با افتخار بهت میگم ما هستیم تو مشهد. با پیش بردیم رپ و به هدف دیشب مشهد. واج و کاربیس دیگه مگه چاره داری؟ تازه میشه جالب دایی ما تو رپ جاودانی. بگرد به یه جای خالی دیگه جای جانمانی. دودول من میشه خودکار با سنت تو جامه دادی. وحشی مثل طالبانی فرمون دادیم تاورانی، ولی جاده باره پیچ شما هنو تازه کاری. کارم داره فاز عالی با سختی ها سازگاریم. دوباره باهات را اومدی فکر نکنی جای ما. تو خوشگل و نازمایی در پی کشف راز مایی. پلیلیست و گشتی نبود جایی کار فاز پایین. دنبال ما گشتی مسلسلی مشتی، منو از چی میترسونی؟ 4 تا تیر مشتی. الو چرا قش کردی اوبی به پا نشکنی؟ کار ما رو پسندی سیب زمینی پشندی. با نگرانی و ترس و فجب کار قشنگی. بزن تو کار 6 و 8 میخوره به مشنگی. پیش بردیم رپ و به هدف دیشب، آرامونم برتره از همه دیشب.